فیزیکدان‌ها دنبال یه فرمول بودن که بتونن تمام جهان رو باش توصیف کنن. نیلز بور و اینشتین به اوج اون دعوای علمی خودشون رسیدن. پدر مکانیک کوانتومی وارد مأموریت غیر ممکن شد. ذرات سازنده جهان ما نه تنها ذره‌اند بلکه موجم هستن. یعنی اون ذرات اونجا هستن یا نیستن، هم هستن هم نیستن. آلبرت اینشتین یه فیزیکدان کاملا جبرگرا بود. تا آخر عمرش کوانتوم تو کتش نرفت. میگفت خدا در اداره جهان تاس نمیریزد. مفهوم اطلاعات یعنی تمایز بین چیزها و این تمایز رو همین پیکسل ها یا همین کوانتا ها تعیین میکنن. کوچکترین چیزیه که بتونین تصورش کنین و اگه در نظر نگیریمش کل جهان هستی از هم میپاشه. یه جورایی بیگ بنگ یا شروع جهان ما حاصل برخورد دو تا یا چند تا از این عدم قطعیت ها یا پرش های کوانتومی بوده. افکار ما از همین ذرات کوانتومی ساخته شدن. حتما گربه شرودینگر رو شنیدین. یعنی یهو از اینجا غیب میشه و اینجا ظاهر میشه. تقریبا یه همچین چیزی. تونل زنی در فضا و زمان. امواجی با یه فازهایی در درون تمام اجسام در حال حرکت و رفت و برگشت هستن. همون گله های انرژی هستن که انرژی هر کدومشون وابسته به فرکانس اون موجیه که نیستن. یعنی چی؟ که برای انرژی اسمشون کوانتاست و در مورد نور فوتون. رابطه ای که ای بابا سگ این باید چند دور خودش بچرخه تا دوباره به شکل اولش برگرده. الکترون اگه یک بار کامل دور خودش بچرخه شبیه اولش نمیشه، بلکه باید 2 بار دور خودش بچرخه تا شبیه اولش بشه. هسته رو یه سکه کوچولو در نظر بگیرین، اون وقت تمام اتم میشه کل استادیوم آزادی. مثل اینه که گله توپ 30 سانتی رو محکم پرت کنی سمت یه دستمال کاغذی، بعد برگرده سمت خودت. چی باعث میشه مواد دور و بر ما اینجوری پایدار باشن و این تنوع رو داشته باشن؟ 7 تا الکترون داره که دارن واسه خودشون میچرخن و دنبال یه یار اضافی هن. هر کسی این مقاله رو بخونه باورش نمیشه که یه ذهن 21 ساله اینو نوشته. چیزی که پاولی کشف کرد میخ آخر رو کوبوند و نظریه اتمی رو به شکل نهایی خودش رسوند.